صبر کو به اون چیزی که به تو رسیده. یعنی بعضی مواقع در زندگی انسان ملایمات میه، مشکلات میه، سختی های میه، ما تنها تمرکز ما، فوکس ما سر سختی ها نباشه. ما در زندگی ما خیلی خوبی های وجود می داشته باشه، وجود داره، طبیعتا واقعا وجود داره که به خاطر یک بدی تمام خوبی های زندگی رو فراموش نکنیم، به خاطر یک سختی و دو سختی تمام خوشی های زندگی رو فراموش نکنیم. الله متعال دستور میده که واصبر علی ما اصابک، صبر کو به اون چیزی که به تو رسیده. بعضی مواقع بعضی کسا تماس میگیرن، بعضی کسا از ما پرسان میکنن که من چگونه صبر بکنم. نمیشه دیگه. من از شما پرسان میکنم وقتی که در موقعیت سختی زندگی، در موقعیت مشکلات زندگی ما مشکل بالا ما میایه، اگر ما صبر نبکنیم، خیلی صبر در کدام موقعیت زندگی به درد میخوره. ما را درد رسید، صبر نکنیم، پس چی وقت صبر میکنیم؟ در وقتی که درمان شده باشیم. ما در یک ناهنجاری، در یک ملایمات زندگی ما قرار داریم، در یک سختی قرار داریم. اگر در اون موقعیت ما صبر نکنیم، در آسانی صبر میکنیم. خود معنای صبر، مفهوم صبر چی است؟ در پیامبر دستور میده که واصبر علی ما اصابک، صبر کو به اون چیزی که به تو رسیده. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، یعنی خود صبر کردن در زندگی، جزع و فزع نکردن، همیشه واکنش نشان دادن، ایره صبر گفته نمیشه. صبری است که انسان عاقلانه، حکیمانه برخورد می داشته باشه و به چیزی که الله متعال برش دستور داده، برش نوشته کرده، به او پابند است و به او یقین و باور داره. میگه پشت این درد من خوشی های وجود داره، پشت این مریضی صحتمندی وجود داره، پشت این شب تاریک صبح روشن میه، پشت زمستان سرد بهار زیبا و پرتراوت و شاداب میه. این رو میگن صبر.